سلام، به جلسه 4 خوش اومدید. در این جلسه قصد داریم به سراغ واگرایی مخفی بریم. امیدوارم که مباحث قبلی رو به خوبی تمرین و تکرار کرده باشید و اون رو توی چارت‌های متفاوت پیاده سازی کرده باشید. در ابتدا به سراغ واگرایی مخفی مثبت بریم. برای ایجاد یک واگرایی مخفی مثبت نیاز به 2 اصل مهم داریم. اصل مهم اول این هست که کندل‌های ما که 2 کندل پشت سر هم داریم کف جدیدی نمیسازم. یعنی اگر یک کف قیمتی داشته باشیم که اسم اون رو بذاریم کف اول، کف قیمتی دوم ما بالاتر از کف قیمتی اولمون هست. در این حالت اندیکاتور ما میاد یک کف جدیدی رو ایجاد میکنه. یعنی اگر بیایم 2 کف متناظر با 2 کف کندل ها رو در اندیکاتور رسمشون کنیم، مشاهده میکنیم که کف دومی در اندیکاتور پایین تر از کف اولی هست. در صورتی که هر دوی این شرایط با همدیگه رخ بدن، در واقع ما یک واگرایی مخفی مثبت خواهیم داشت. مشاهده میکنید که یک کف قیمتی در کندل هامون داریم، ولی کف قیمتی دوم ما کمی بالاتر از کف قیمتی اول واقع شده و یک کف جدید تشکیل نشده. اگر بیایم نقاط متناظر با اندیکاتور رو هم رسم کنیم، مشاهده میکنیم که اندیکاتور ما در نقطه متناظر با کف قیمتی اول همچین شرایطی رو داره، ولی در نقطه متناظر با کف قیمتی دوم یک کفی پایین تر از کف قیمتی اول خودش ایجاد کرده. در این صورت ما یک واگرای مخفی مثبت داریم. در چارت روبرو مشاهده می‌کنید که 2 کف قیمتی پشت سر هم داریم که کف قیمتی دوم بالاتر از کف قیمتی اول هست، ولی اگر بیایم نقاط متناظر در مکدی رو رسم کنیم، مشاهده می‌کنیم که کف دومی پایین تر از کف اولی هست. در نهایت یک واگرای مخفی مثبت ایجاد شده. سوال بعدی که باید به اون پاسخ بدیم اینه که بعد از اینکه ما یک واگرای مخفی مثبت رو پیدا کردیم چه اتفاقی میفته؟ مجددا با هم دیگه تکرار میکنیم که چه زمانی واگرای مخفی مثبت داریم. در کندل های قیمتیمون 2 کف متوالی داریم که کف قیمتی دوم بالاتر از کف قیمتی اول هست، ولی در نقاط متناظر در اندیکاتور کف اندیکاتور دومی پایین تر از کف اولی هست. بنابراین یک واگرای مخفی مثبت شکل گرفته. پس از مشاهده یک واگرایی مخفی مثبت، ما منتظر یک افزایش قیمت در کندل هامون هستیم. مشاهده میکنید چارت ارز ZRX بر حسب بیت کوین رو که در اینجا در نمودار قیمتی 2 کف متوالی داریم که کف دومی بالاتر از کف اولی هست. در صورتی که بیایم نقاط متناظر با اون رو در مکدی نمایش بدیم، مشاهده میکنیم که کف دومی در مکدی پایین تر از کف اولی هست. در نهایت ما یک واگرایی مثبت داریم که واگرایی مخفی مثبت که باعث میشه یک روند افزایشی رو در پیش داشته باشیم که مشاهده میکنیم یک روند افزایشی داشتیم تا این محدوده. در مثال بعدی هم 2 کف متوالی رو مشاهده میکنید که کف دومی بالاتر از کف اولی هست، ولی در نقاط متناظر اون در مکدی میبینیم که کف دومی پایین تر از کف اولی هست و یک واگرایی مخفی مثبت رو ایجاد کرده که وجود این واگرایی مخفی مثبت باعث افزایش قیمت و یک روند صعودی شده. در مثال بعدی هم 2 کف متوالی رو مشاهده می کنید که کف دومی بالاتر از کف اولی قرار گرفته و نقاط متناظر با اون در مکدی به این صورت است که کف تشکیل شده این نقطه متناظر با کف دوم در نمودار قیمتی پایین تر از کف اولی هست. بنابراین ما یک واگرایی مخفی مثبت داریم که موجب افزایش قیمت تا محدوده مشخص شده میشه.
همین جلسه رو در همین زمان من اون رو تموم میکنم و در جلسه بعد به سراغ واگرای مخفی منفی میرم.